ببینید اگر من اینجا بیام توی کنسول اکتیو دایرکتوری، خب ما یوزرهای زیاد اینجا داریم، یوزر، کامپیوتر، گروه و علاقه. توی اکتیو دایرکتوری شما وقتی که اکتیو دایرکتوریتون به صورت پیش‌فرض نصب میشه، هیچ کانفیگوریشنی هم روش صورت نمیگیره، حداقل یه بهتر اینجا میگم 2 تا گروپ پالیسی شما دارید. یک گروپ پالیسی به اسم دیفالت دومین پالیسیه، دیگر گروپ پالیسی به اسم دیفالت دامین کنترلر پالیسی. این دیفالت دامین پالیسی و دیفالت دامین کنترلر پالیسی پالیسی هایی هست که به سیستم شما یا به اکتیو دایرکتوری شما اضافه میشه. وقتی وارد دیفالت دامین پالیسی میشیم، اولین یکی از گزینه هایی که توجه ما رو جلب میکنه اینه که توی قسمت ویندوز ستینگ، توی قسمت سکیوریتی ستینگ، توی قسمت اکانت پالیسی برگردیم توی پسورد پالیسی، پالیسی هایی برای پسورد توی اکتیو دایرکتوری من تنظیم شد. از ویندوز 2000 این شرایط بود که اولا اگر شما میخواستیم پسورد پالیسی ها رو تغییر بدیم، باید روی دومینتون پسورد پالیسی اعمال میکردیم. یعنی برخلاف حالتهای دیگه اگر شما برید روی یک اویو پالیسی، گروپ پالیسی درست کنید و پسورد پالیسی ها رو تغییر بدیم، هیچ تأثیری روی اون اویو نخواهد داشت. شما اگر میخواید به صورت اصولی پسورد پالیسی، مثلا به صورت ایست که یوزرها با پسورد پالیسی دیگه‌ای توی شبکه شناخته بشن، فقط میتونستید پالیسی ها رو روی دومین اعمال کنید. یه پالیسی هم بیشتر اعمال نمیشه. مثلا اگر شما توی شرکتی کار میکردید که اغلب کاربرهاتون با پسورد کامپلکس مشکل دارن یا مشکل داشتن، باید اون پسورد پالیسی ها رو حذف میکردید. مثلا میومدی میگفتی اصلا کامپلکسیتی تو دومین من نباشه. شما نمیتونستی هم برای یوزرهای دومینتون، یعنی مثلا برای یک گروه پسورد پالیسی بچینی، برای یک گروه پسورد پالیسی دیگه، تا زمانی که ویندوز 2008 اومد. شما الان میتونید به وسیله ویندوز 2008 بیاین پالیسی هاتون رو تغییر بدید. به این قابلیت میگن گرانوال پسورد پالیسی. این قابلیت به شما اجازه میده که بیاین به گروه های مختلف پسورد پالیسی بدید. درست شد؟ پس تا قبل از ویندوز 2008 پسورد پالیسی به کل دومین یکی میشد اعمال کرد. شما نمیتونستی ادمنستریتورات رو مجبور کنی پالیسی داشته باشن، یوزراتون پالیسی نداشته باشن. اما از ویندوز 2008 به بعد مایکروسافت این امکان رو داد، چون میدونید خیلی درخواست میشد از مایکروسافت، چون واقعا نیاز بود. شما اگر میرفتید توی یک شبکه‌ای که یوزرهاش نمیتونستن پالیسی، مثلا نمیتونستن پسورد کامپلکس حفظ کنن یا وارد کنن، مجبور بودی پسورد پالیسی ها رو غیر فعال کنی. مثلا بیاید بگی آقا اصلا من شبکه من دارای پسورد کامپلکس نباشه. خب این باعث میشد که یوزرها بتونن پسوردهای ضعیف تنظیم کنن و پسورد ضعیف هم شرکت و سازمان شما رو با خطر مواجه میکنه. اما چطور من میتونم؟ پس این تا اینجاش که همه چی اوکیه دیگه، قبلا همه اینا رو گفتم، الان چیز جدیدی نگفتم. چیزی که میخوام بگم اینه که چطور میتونم به یک گروه پسورد پالیسی دیگه ای بدم. بیاین تست کنیم قبل از اینکه من این کار رو انجام بدم. ببینید این اکتیو دایرکتوری منه، ایران.لوکال، درسته؟ خیلی خوب، من یک گروه مثلا اینجا دارم به اسم یک اویو دارم به اسم تست، میام یک یوزر میسازم، اسم یوزرم رو میذارم مثلا تست پالیسی، که تست پی نکست، پسوردش میدم. اینجا نمیتونم از پسوردهای ساده استفاده کنم. مثلا اگر پسورد 1 2 3 به یوزرم بدم، مشکلی که برای اون ایجاد میشه اینه که میگه آقا این پسورد پالیسی هایی که شما ست کردین، پسورد این یوزر باشون نمیخونه. باید پسوردتون کامپلکس باشه، حداقل مثلا 7 کاراکتر باشه و الی آخر. خب
بک میزنم، من یه پسورد کامپلکس وارد میکنم. یوزر ساخته میشه، هیچ مشکلی هم نداره. هر موقع هم بخوام بیام پسوردش رو عوض کنم مجبورم یک پسورد چی بدم؟ کامپلکس بدم. اگر پسورد من کامپلکس نباشه ارور به من میده که پسورد شما کامپلکس نیست. حالا من میخوام توی ویندوز 2008 هم کاری کنم که این یوزر به واسطه این که عضو یک گروهه، یک گروه هم اینجا میسازم به اسم No Password Policy. هر کسی عضو این گروه باشه نمیخوام پسورد پالیسی بهش اعمال بشه، یعنی حتی پسوردشو بتونه خالی بذاره، حتی پسورد چی بتونه ست کنه؟ بلانک، در حالی که دیفالت دومین پالیسیمون این اجازه رو نمیده. خب این قابلیت از ویندوز 2008 ارائه شده، یعنی باید دومین فانکشنال لول شما حداقل 2008 باشه. یادتونه دومین فانکشنال لول؟ پس باید حداقل دومین فانکشنال لول ما 2008 باشه. مطمئن بشم دومین فانکشنال لول هم 2008. خب 2008 آرتو هم هست، یه پلن بالاتر. اما چطور میتونم پسورد پالیسی رو خاص این گروه تعریف کنم؟ خیلی ساده است. باید برای این کار از کنسول ADSI Edit استفاده کنید. باید از کنسول ADSI Edit استفاده کنید. یه دور بزن نشون بدم، یه دور نشون بدم ببینید، بعد هارون اجازه میدم که بنویسید. قبل بزن یه دور کامل نشونش بدم. خب ADSI Edit رو که باز میکنیم پیش‌فرض به هیچ جا وصل نیست. روی ADSI Edit رایت کلیک میکنم، کانکتور رو میزنم. ADSI Edit یه چیزی مثل همون اکتیو دایرکتوریه، حالا یه جوری مثل همون نه، ولی با این تفاوت که اتریبیوت ها رو کامل نشون میده. خیلی خوب، به اکتیو دایرکتوری وصل میشم، تغییری هم تو کانفیگوریشنش نمیدم. همین دیفالت نیمینگ کانتکستش برای من کافیه. خب دیفالت نیم کانتکست رو انتخاب میکنم. اوکی، توی دیفالت نیمینگ کانتکست هم که برم اونجا اسم دومینم رو میبینم. دومینم رو که باز کنم اینجا سیستم میبینم. سیستم رو که باز کنم یه قسمت اینجا اضافه شده به اسم پسورد ستینگ کانتینر. من میام روی این پسورد ستینگ کانتینر رایت کلیک میکنم، نیو آبجکت رو میزنم. اوکی، خب یه دونه آبجکت بیشتر نداره، MSDS Passport Settings Next. اینجا میگه شروع میکنه پرسجو کردن. اولین مقداری که از شما میپرسه کامان نیمه. اصلا چی میخوای اسم؟ میخوام چیکار کنم؟ پسورد پالیسی نداشته باشم دیگه. میگه اسم این پالیسی که داری درست میکنی چیه؟ میگم No Password Policy. اسمشو دوست دارم میذارم. Next. خب بعد مقدار بعدی که میپرسه پسورد ستینگ پرسیدنس. این چیه؟ وقتی که چندین پسورد پالیسی داشته باشین امکان داره اینا با همدیگه کانفلیکت داشته باشن. این اولویت پالیسی ها رو نسبت به همدیگه نشون میده. حالا من اینجا 10 میذارم. Next. اینجا میاد میپرسه پسورد ریورسیبل انکریپشن. یادتونه این؟ گفتیم وقتی که پسوردها تو اکتیو دایرکتوری ذخیره میشه اگه اینو بزنی امنیت ذخیره سازی پسورد میاد پایین‌تر. اینجا میگه دالن بذار، یعنی چی؟ یعنی ترو یا فالس. من اینجا چی میذارم؟ چون نمیخوام این پالیسی اعمال بشه، نمیخوام ترو بشه، پس اینجا فالس میذارم. Next. اینجا میاد میپرسه پسورد هیستوری لنثت میخوای چند باشه، یعنی تا چند تا پسورد قبلی رو میخوای کامپیوتر تو حافظه‌اش نگه داره. 0. Next. پسورد کامپلکسیتی میخوای فعال باشه؟ نه نمیخوام، داره میپرسه ها. Next. خب مینیمم پسورد لنثی که میخوای یوزرت ست کنه چند باشه؟ 0. یعنی میتونه بلانک بذاره، اصلا پسورد نذاره. Next. مینیمم پسورد ایجش چی باشه؟ 0. یعنی از مینیمم پسورد ایج حداقل روزیه که باید یوزر از پسوردش استفاده کنه. اینجا میگم 0. فقط چون فرمتش دوریشنه باید فرمتش اینجوری بدید. فرمتش هم میشه روز، ساعت، دقیقه، ثانیه که من اینجا 0 گذاشتم. Next. اینجا مکسیموم پسورد ایجو شما باید بنویسی never،
چون من هیچ موقع نمیخوام پسورد این یوزرم اکسپایر بشه. درسته؟ نمیخوام یوزرم وقتی 40 روز از پسوردش گذشت بهش بگیم بیا پسورد عوض کن. پس اینو چی می‌نویسم؟ never. next never درسته که فکر کنم باید باید توی دوتا پرانتز باشه. look out threshold صفر. look out threshold این تعداد دفعاتی که میشه پسورد اشتباه زده بشه. خب چقدر پسورد رو لاک کنه چون دوریشن باز به شکل زمان میدم. next finish next. خب وقتی کارت تموم شد اینجا میتونی فینیش رو بزنید. فینیش رو میزنم یه پسورد پالیسی اینجا برای من درست شد. خب الان این پسورد پالیسی به هر گروهی اعمال بشه اون گروه دیگه پسورد پالیسی نداره. خب حالا باید بیام بگم به چه گروهی اعمال بشه. از این مقدار پراپرتیز میگیرم میرم توی قسمت اتریبیوت دنبال MSDS PSO apply to میگردم. اینو که پیدا کردم ادیت رو میزنم. ادیت رو که اینجا زدم میگم یه DM برام اضافه کن. add DM. میتونم از این add windows account استفاده کنی چون من میخوام به یه گروه اعمال بشه دیگه. add windows account رو میزنم توی advanced. اسم گروه هم چی بود؟ no password policy. گروه هم رو انتخاب میکنم اوکی میکنم. SID یوزر گروه هم اینجا اضافه میشه. یعنی این مقداری که من اضافه کردم به اون گروهی اضافه میشه که من مشخص کردم. میتونم DN استفاده کنم. DN یعنی باید بریزم از CN مسایس با no password policy اولی مسایس با فلان و الاخر. اوکی اپلای اوکی تا اینجا اوکی شد دیگه. خب حالا این پسورد پالیسی به اون گروه اعمال شده. هر یوزری که عضو اون گروه بشه پسورد میتونه نداشته باشه. خب بیایم تست کنیم. من میام یوزر تستم رو عضو گروه نو پسورد پالیسی میکنم. یعنی الان اگه من بیام توی تب ممبر اف یوزرم عضو این گروهه. اینجا رایت کلیک میکنم پسوردش رو عوض کنم. بدون اینکه پسوردی بهش بدم تونستم پسوردش رو عوض کنم.